خب، سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما دوستداران داماش، مخاطبین خوب وارش اسپورت. صدا رو همکارا اگه کم کنید ممنون میشم. بعد از مدت ها خوشحالم که جلوی دوربین هستم در کنار شما و با هم قراره یکی دیگه از بازی داماش رو ببینیم. بازی که به شدت هم برای ما مهمه، هم از لحاظ دربی بودن و هم از لحاظ موقعیت تیم مقابلمون، شهرداری آستارا در جدول. حالا دوستان اگر به من بگن که صدا وصله، که من فکر می‌کنم بس هست چون صدای خودم رو داشتم میشنیدم، یه اطلاع رسانی هم اگر بکنن توی گروه ها و اینستاگرام و همه جا، خلاصه ما میتونیم برنامه رو شروع کنیم. این مدت هم خیلی به شخصه دلم براتون تنگ شده بود. متاسفانه به شدت درگیر بودم. حالا دوستانی که بیشتر در جریان هستن میدونن که درگیر به هر حال جشن ازدواجمون بودیم. علی رهبر هم خودش خورده درگیری های کاری داره. ما تمام سعیمون رو میکنیم که از همین قبل از عید دوباره اون روال وارشتاک ها رو پیش بگیریم و ولاگ علی رهبر هم از همین بازی دوباره قراره که نه، ولاگ علی رهبر که کماکان وجود داشت، این بازی هم وجود داره. یعنی همین الان علی رفته استادیوم عزودی و از اونجا قراره حسابی برامون ولاگ بگیره. چقدر زود گذشت زمان، همین انگار دیروز بود که من رفته بودم آستارا که این بازی رفت داماش و در واقع شهرداری آستارا و داماش رو براتون پخش کنم. بازی شد که آخرین بازی سیامک فراهانی بود و بعد از اون ترکیب داماش و چه از لحاظ فنی چه از نظر بازیکنی بسیار دستخوش تغییر شد. اون بازی رو متاسفانه از دست دادیم، شکست خوردیم تو اون بازی که شاید همه انتظار داشتن که اون بازی رو ببریم و حالا باید ببینیم که توی بازی برگشت چیکار می‌کنیم ما این دربیمون. من یه خورده نکات آماری هم اینجا دارم، فقط عزیزان می‌زحمت چک بکنن. بازی هر وقت شروع شد که ما بریم بازی رو در کنار دوستان ببینیم. قبل از اینکه نکات آماری رو فقط بگم خدمتتون، بهتون بگم که ترکیبم رسیده. ممنونم امین جان، ممنون از لطفت. ترکیبم رسیده. من ترکیب رو یک طور براتون بخونم و بعد از اونم که بریم سراغ نکات آماری این بازی. خیلی خب، اینم هم از ترکیب. سعید ابراهیم پور، حسین خیری، سعید دلاور، بلال میرزا علی، پژمان نجات، آرمین انبساطی، کاپیتان محمد رستمی، عماد میرجوان، سعید طالبی، داریوش بخت و حسین ابراهیمی. ترکیبم که ترکیب حسابی هجومیه دیگه، یعنی یه ترکیبیه که ما داریم میایم برای برد که بتونیم این برد رو به دست بیاریم و خلاصه یه خورده اوضاعمون رو توی جدول بهتر کنیم. همونطوری که میدونید ما الان در انتهای جدول هستیم، هرچند که یک بازی عقب افتاده با خیبر هم داریم و اگر اون بازی عقب افتادن بتونیم ببریم، در حال وضعیتمون خیلی بهتر میشه. داماش الان توی وضعیتیه که درسته که بازی هفته قبلش توی بابل رو باخته، اون بازی هم 6 امتیازی بود، ولی بازیکنای خوبی جذب کردیم و در مقابل آستارایی هست که حالا حریف رو در روم اونم هست. بازی دربی هم داریم، ولی میشه گفت متاسفانه آستارا هم وضعیت خوبی نداره. خودش یکی از کاندیدای سقوطه و حتی توی یکی از بازی‌ها با 7 نفر وارد زمین شد و بعد از اینکه یکی از بازیکناش مصدوم شد عملاً بازیش نیمه کاره موند و 3-0 به سود حریفش شد. من فکر می‌کنم که ما میتونیم بعد از هفته‌ها اولین پیروزیمون رو به دست بیاریم. آخرین پیروزیمون اگر اشتباه نکنم در هفته 11 بوده که تونسته بودیم مقابل آریوی اسلام شهر، درست میگم، ببریم. بعد از اون دیگه ما تا این لحظه متاسفانه بردی نداشتیم. شهرداری آستانام حالا یه آمار خوبی که برای ما داره اینه که خارج از خونه نتونسته تا حالا امتیازی بگیره. یعنی تنها امتیازی که تونسته بگیره در بازی خارج از خونه مقابل
خوشه طلایی بوده که خود خوشه طلایی اومده بوده آستارا بازی کرده بوده و اینم از حیث آماری برای ما میتونه خیلی خوب باشه. آره امین جان، به نظر منم ترکیب خوبیه، ترکیب هجومی. امیدوارم که فقط دفاعمون متزلزل نشه و بتونیم بازی رو ببریم، حالا به هر شکلی که شده. دوستانی که توی لایو هستن بی زحمت به بقیه دوستانم اطلاع بدن، ما به محض اینکه بازی شروع بشه بازی رو حتما براتون پخش میکنیم. دوستان اگه چک کنن که تصویر استادیوم رو داریم یا نه ممنون میشه. البته معمولا تصویر استادیوم خیلی دیر میاد. من یه نکته هم بگم، من قبلا هم خدمتتون گفتم، من بازم میگم اینکه ما اینجا لایو میریم به این معنی نیست که جاهای دیگه لایو ندارن. ما اولا اینکه میخوایم بازی رو در کنار هم ببینیم، با هم لذت ببریم، حالا قبل از بازی، میان دو نیمه، بعد از بازی با هم اینجا صحبت کنیم. نکته بعدی اینه که ما دوست داریم که بازیامون رو بتونیم آرشیو کنیم و مسئله سوم هم اینه که دوستان عزیزی مثل امین و سایر دوستان از خارج از کشور هستن و این عزیزان از آنتن نمیتونن بازی رو ببینن. این سه تا عامل باعث میشه که ما بازی رو توی یوتیوب پخش کنیم. خب به هر حال دور هم دیدن یک صفایی هم داره دیگه. امیدوارم که این بازی هم مثل خیلی از بازی‌های دیگه در زمینه پخش مشکل خاصی نداشته باشه و شرمنده شما نشیم. یه نگاهی اگه بخوایم داشته باشیم به بازی‌های قبلی داماش در هفته 18 با مس کرمان در کرمان 0-0 مساوی کرد. در هفته 19 با فجر سپاسی 1-1 مساوی کردیم. در هفته 20 با استقلال آبیهوش ملاسانی بازی کردیم و 2-1 باختیم. در هفته 21 قرار بود که توی رشت با خیبر بازی کنیم که به دلیل برفی که اومد بازی کنسل شد که این بازی افتاده احتمالاً 15 فروردین. حالا در خصوص برف که گفتم، این نکته رو هم بگم که یه اخطاری هم برامون اومده که وضعیت زمینتون جالب نیست و وضعیت نورتون هم باید درست کنید برای ماه رمضان که بازی ها شب برگزار میشن و اگر ما نتونیم این وضعیت رو درست کنیم حتی ممکنه که امکان میزبانی رو ازمون بگیرن. امیدوارم که به هر حال مسئولین مربوطه، حالا چه در هیئت فوتبال چه در اداره ورزش و جوانان، این قضیه رو جدی بگیرن که این مشکلات استادیوم ها به هر حال حل بشه. داشتم بازی ها رو میگفتم و آخرین بازی هم که داشتیم با دریای بابال بوده که علیرغم اینکه همه انتظار داشتن این بازی رو ببریم متاسفانه 2-0 باختیم. حالا گفته شد که به دلیل در واقع عملکرد خوب یکی از بازیکن‌های بابل بود، ولی خب من به شخص موافق این قضیه نیستم. ما باید انقدر خوب می بودیم و از فرصتامون استفاده می‌کردیم که حالا خوش درخشیدن یکی از بازیکن‌های بابلی منجر به این نمی‌شد که بخوایم بازی رو ببازیم. بابل تیمی بود که من معتقدم میتونستیم ببریمش و اینکه باختیم شرایط رو برامون سخت کرد که هرچند بازم میگم ما یک بازی از بقیه تیم‌ها کمتر داریم. امیدوارم که از اون یک بازی بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. آره سجاد جان، واقعا اون حسی که نسبت به بازی بابل داشتیم واقعا خیلی سخته که میتونه از ذهنمون بره و تا مدت بعد افسوسش رو بخوریم. در مورد بازی بعدی داماش هم بخوام خدمتتون بگم، بازی بعدی داماش با شاهین بندر آمریه در روز شنبه 26 اسفند. بعد از اون 8 فروردین در رشت میزبان مس شهر بابک هستیم و بعد از اونم بازی عقب افتادمون با خیبره که باز توی رشت، یعنی 2 تا بازی پشت سر هم توی 2 هفته اول فروردین داریم که توی رشت باشه و این بهترین موقعیتی که ما بتونیم خودمون رو توی جدول بالا بکشیم. نکات آماری هم تقریبا من خدمتتون گفتم، نکته خاصی نیست. حالا اگرم نکته بود حتما بین دو نیمه و در پایان بازی اگر خلالی در بین بازی ایجاد شد در حین بازی من خدمتتون میگم. تصویر استادیوم هنوز نیومده نه؟ حالا اون خوبیش اینه که تصویر اگر بیاد به صورت خودکار پخش میشه. یک طور دیگه ترکیب رو با هم ببینیم و دیگه فکر میکنم کم کم تصویر استادیوم هم بیاد. ترکیبیه که ما امروز داریم: سعید ابراهیم پور،
حسین خیری، سعید دلاور، تصویرش هم اومد، مرسی، بلال میرزاعلی، پژمان نجات، آرمین انبساطی، محمد رستمی، عماد میرجوان، سعید طالبی و داریوش بخت و حسین ابراهیمی. حالا یه نکته بامزه‌ای هم حالا بهتون بگم الان که دیگه از اون زمان گذشت، اینه که خب ما مسئله پنجرمون خیلی زودتر از این حرفا حل شده بود. حالا باشگاه ظاهرا تصمیم داشت که پلیتیکی به تیم خیبر بزنه و با ترکیب جدید یهو جلوی این تیم ظاهر بشه که اصلا کلا اون بازی کنسل شد دیگه. یعنی عملا فقط هوادارا دیر متوجه این قضیه شدن. البته ما حالا از منابع خودمون حقیقتا اطلاع داشتیم، ولی گفتیم به هر حال ما هم سیاست‌های باشگاه رو بخوایم دنبال کنیم که یه وقت حالا بعداً خیلی خودمونی بخوایم بگیم دبه نکنن که شما باعث شدید که نمیدونم ترکیب اون لو برو این حرفا. 1 دقیقه و 25 ثانیه داریم به شروع بازی. امیدوارم که بلافاصله با شروع بازی لایو ما هم شروع بشه. دوستان اگر صحبتی هست توی کامنت ها من میخونم توی این 1 دقیقه، اگر نه هم که کم کم آماده میشیم با هم بریم بازی رو ببینیم. آره مجید جان، واقعا نتایج بد این فصل خیلی زیاد گرفتیم، حالا دلایل مختلفی داشت، بارها هم راجع بهش صحبت کردیم. الان دیگه واقعا مهم نیست این صحبت ها. الان چیزی که مهمه اینه که همه همدل با هم بتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم که بهترین نتیجه رو برای داماشمون بگیریم. بله امین جان، ما میتونیم خودمون لایو بگیریم؟ حالا سوال خوبی کردی، ولی چند دلیل داره که این کار نمی‌کنیم. چون اگر ما بخوایم خودمون لایو بگیریم، اولا که باید یک دوربینه بگیریم، دو اینکه یک گزارشگر هم باید مشغول بشه، سه اینکه اینترنت استادیوم الان وضعیتش خیلی بد شده، یعنی بدتر از همین دفتر ماست و در نهایت هم ما نمیتونیم به کیفیت آنتن برسیم. آنتن بازی رو با 2 تا دوربین داره پخش میکنه، یعنی اگر ما بخوایم این کار رو مثل آنتن انجام بدیم، عملا باید کلی تجهیزات و سخت افزار بگیریم، 3-4 نفر باید مشغول بشیم. متاسفانه نه این بودجه رو داریم که بتونیم این سخت افزار رو تهیه کنیم، نه این نیروی انسانی رو در حال حاضر داریم که بتونیم 3-4 نفر مشغول یه دونه لایو بشیم. در نتیجه من ترجیح میدم که خودم این کار لایو رو به عهده بگیرم و بقیه بچه‌ها استادیوم باشن، بتونن عکاسی کنن، حالا استوری بگیرن و بقیه موارد. بازی هم فکر می‌کنم شروع شده. دوستان اگر فول اسکرین کنن ممنون میشه. البته شروع که نشده، در واقع بازیکن‌ها توی زمین اومدن. حالا شما دارید تصویرم می‌بینید. ممنون از دوست عزیز. چقدر فریم ریت بازی رو پایین گذاشتن، خیلی عجیبه واقعا برای یک بازی ورزشی که انقدر فریم ریتش پایین باشه. ببینیم صدا داره پخش میشه نه؟ صدای خاصی من ندارم، حالا نمیدونم اونجا حالا تو شما دارید تلاش میکنید با لپتاپ خودتون بخش این صدایی دارید؟ نه صدایی نیست. خب دوباره سویچ کردیم روی HDMI. خیلی خوب. صدا به از اینکه وصل بشه حتما صدا رو برای شما پخش میکنی. حالا شاید مثلا مشکل فنی باشه که صدا وجود نداره. آبی پوشان داماش رو میبینیم که در نیمه اول از سمت راست به چپ زمین باید بازی کنن و سفید پوشان شهرداری آستارا هم از چپ به راست. امروز یه اتفاقی افتاده اینه که جایگاه تخم خوران گویا تعطیل شده و جایگاه که قرار بود به بانوان بدن رو دادن به جایگاه تخم خورا. خب به نظر میاد که گزارش بازی هم شروع شده. حالا اگر صدایی هست، نه به محض اینکه احتمالاً گزارش بازی شروع بشه ما هم گزارش رو برای شما پخش خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی سایت آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و شهرداری آستارا، دیداری که
از سری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه. در ورزشگاه شهید حسن عزادی شهر رشت هستیم و شما بینندگان عزیز همراه ما باشید تا پایان این دیدار. خیلی سریع من نفرات دو تیم رو خدمت شما عرض کنم که برای تیم داماش گیلان سعید دلاور، سعید طالبی، محسن انبساطی، محمد رستمی، بلال میرزاعلی، حسین ابراهیمی، داریوش بخت، حسین خیری، پژمان نجات، سعید ابراهیم پور و میرهادی میرجوان 11 بازیکنی هستند که علی نظر محمدی سرمربی تیم داماش گیلان به زمین مسابقه فرستاده و برای تیم میهمان یعنی شهرداری آستارا هم یوسف بهزادی، امیررضا افسرده، امین حقده، محمد نیازپور، حسین حداد، احسان افچنگی، رضا آذری، علی ملایی، یاشار احمدی، علیرضا ابراهیمی و هادی امینی پاک 11 بازیکنی هستن که آرش برهانی به زمین فرستاده. باید ببینیم که تقابل دو مربی به کجا خواهد انجامید و در پایان دو تیم چه نتیجه رو کسب خواهند کرد. این هم هوادارهای خونگرم تیم داماش که در ورزشگاه حضور دارن و تیم خودشون رو مورد تشویق قرار میدن. بازی در اختیار بازیکن تیم داماش هست. رستمی به میانه میدان، حالا به راست میبرن بازیکن تیم داماش. داوری این دیدار بر عهده امیر سامان سلطانی است. کمک اول ایشون داوود اوروجلو و کمک دوم هم حمید صحرایی است. داور چهارم این دار هم عبدالحسین باستان. یک بار دیگه تو در اختیار بازیکن تیم داماش و توپی که از اون گوشه به بیرون میره. پرتاب برای داماش گیلان. در جایگاه تیفوسی ها تماشاگری تیم داماش حضور دارن. توپی که حالا پرتاب میشه. باز هم رستمیه که توپ رو داره. انبساطی، خود طالبی، حالا اعلام خطا میشه. خطا روی طالبی رو میگیره امیر سامان سلطانی. باید ضربه رو بزنه محمد رستمی. در کنارش حسین ابراهیمی هم حضور داره. بازیکنه که نیم فصل دوم و دو بازی اخیره که به تیم داماش گیلان دوباره پیوسته. این حسین ابراهیمی است که میبینید. ضربه‌ای که حالا رو به عقب برای سعید دلاور فرستاد. سعید به راست میبره. نجات توپ رو به چپ آورد. حالا فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان داخل محوطه جریمه. خب دوستان به گیرنده هاتون دست نزنید. متاسفانه تصویر از آنتن فریز شده. ما برای اطمینان از این قضیه هم دو سه تا اینجا سیستم گذاشتیم با دو سه تا اینترنت مختلف که متوجه بشیم ایراد از ما یا از آنتن. این بار آنتنه که قطع شده. حالا تصویرش هم پرید از اول اومد. رفرش بکنید ببین درست شد یا نه. فکر کنم رحمان به خاطر همینم گلی که فریم ریت رو پایین گذاشته. بس شد. گل شد. پیش میفته. خب گل عجب، یعنی دقیقاً در زمانی که داماش گل زد تصویر قطع شد. خسته نباشن واقعا. اولین گل خودشون رو به ثمر رسوندن. بازی دوباره از وسط زمین از سر گرفته میشه.
خود داماچیان فکر نمی‌کردن که این توپ به گل تبدیل بشه. توپی که اومد یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری آستارا. ببینید صحنه گل رو و توپی که در آخرین لحظات وارد دروازه کرد داریوش بخت. کمی عقب‌تر هم خوبه که ببینیم این گل رو. اینجا سعید طالبی از چپ آورد و انبساطی هم نتونست به توپ ضربه بزنه و گل اول این دیدار اینجا به ثمر رسید. داماش در زمین خودش 1-0 از شهرداری آستارا پیش میافته. گلی که به ثمر رسوندن داماشی ها. بازی میتونه جذابتر هم باشه. به هر حال هر دو تیم گیلانی ما تیم های خوب استان ما هستند. درست وضعیت خوبی در جدول رقابت های لیگ دسته اول ندارن، اما طرفدارای زیادی دارن. حالا خیلی امیدوار هستن که بتونن تیم رو موفق نگه دارن. این چهره علی نظر محمدی است که یه لحظه در تصویر میبینید. مبارزه مهدوی هم کنار زمین ایستاده. دوباره بازیکنان تیم داماش برگشت توپ است. بازیکن تیم شهرداری آستارا و این سمت که توپ رو برمیگردونن یه لحظه اعلام خطا میشه. خطا دوباره برای داماش گیلان. یه لحظه پایین رو هم دیدی جایگاهی که مسئولین ایستاده بودند و ناظر این دیدار آقای حسین رازافشا. یک بار دیگه از سمت چپ بازیکن تیم شهرداری آستارا توپ رو به سمت راست میارن. دوباره به چپ میبرن توپ رو. باز هم بازیکنان تیم داماش و توپی که در گوشه زمین به آستارایی ها رسید. داماش خیلی امیدوار است که بازی خونگی بتونه موفق باشه و نیم نگاهی هم بازی بیرون خونه داشته باشه تا بتونه خودش رو در رقابت‌های لیگ دست اول امسال نگه داره. یک بار دیگه در خط دفاعی داماش بازیکن تیم صاحب توپ که توپ به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن داماش باید انجام بدن. توپی که حالا فرستاده میشه میتونه یک سه دم رو شک بده طالبی. خود طالبی و توپی که کمی این طرفتر حسین ابراهیمی دریافت کرد اما موفق نبود. دوباره داماشی ها از سمت چپ زمین خودشون حسین ابراهیم برای رستمی. محمد رستمی توپ رو به چپ میاره. توپ قبل اینکه برسه به پژمان نجات به بیرون رفته بود.
خوبی هم از این بازی استقبال کردن و مثل همیشه اومدن تا تیم محبوب خودشون داماش گیلان رو تشویق کنن. از اون سمت هم تیم شهرداری آستارا که دیگر تیم گیلانی است، هوادارشون به ورزشگاه نیومدن. حالا دوری راه بوده یا مسافت طولانی بین رشت و آستارا که نتونستن خودشون به ورزشگاه برسونن. به هر حال اگه از تلویزیون اینترنتی آنتن دارن ما رو میبینن، یه سلام گرم هم بدیم خدمت مردم خونگرم شهرستان مرزی آستارا. به هر حال هر دو تیم ما گیلانی هستن و ما برای هر دو تیم خودمون آرزوی موفقیت داریم، هم داماش هم شهرداری آستارا. امیدواریم که بتونن هر دو تیم سهمیه خودشون در لیگ برتر، لیگ دسته اول نگه دارن و شاید هم بتونن به لیگ برتر هم بیان. این چهره آرش برهانی است که داره صحبت میکنه مربی خودش، آرشی که در نیم فصل دوم اومده به تیم شهرداری آستارا و باید ببینیم که در این تیم چه نتایجی رو خواهد گرفت. حالا برد هفته قبلشون خیلی خوب بود. به هر حال ببینیم که در ادامه راه چه کار خواهند کرد. هم آرش برهانی هم علی نظر محمدی آره سختی رو دارن. دو مربی با تجربه فوتبال ایران. هفته گذشته داماش 2-0 بازی خودش رو در بابل واگذار کرد، اما شهرداری آستارا خوش طلایی مشهد رو برد در زمین خودش. در جدول رقابت‌ها که دو تیم حضور دارن، تیم داماش گیلان با 13 امتیاز در رده 18 جدول 18 تیمی لیگ دسته اول فوتبال کشورمون حضور داره و تیم شهرداری آستارا 4-5 پله بالاتر 14 جدول و با 19 امتیاز. در حال باید ببینیم تقابل این دو تیم در پایان 90 دقیقه چه خواهد شد. بله، یه بازیکن تیم داماش از ناحیه سر آسیب دیده و باید به بیرون بیاد. سعید طالبی، امیدواریم که مشکلی براش پیش نیومده باشه. این چهره سعید طالبی همراه سرشو پانت پیچی خواهد کرد و یا نه پانت پیچی نمیکنه و میفرسته به زمین مسابقه. یه اشتباه حالا از بازیکن تیم داماش گیلان میتونه ضد حمله خوبی رو شکل بده برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. پشمان نجات یه لحظه جلوی توپ یاشار احمدی ایستاد و توپی که در نهایت به بیرون رفت. بلافاصله پشمان بازی رو شروع میکنه بر میانه های میدان. توپ رو در اختیار دارن و اعلام خطایی که انجام میدن روی حسین حداد. داور میگه اتفاق خاصی رخ نداده و به دنبال کارت زرد نباشید. یه بازیکن تیم داماش هم تعویض شد و من یه لحظه دیدم رضا پورمهدی اومد داخل زمین و بازیکن مصدوم تیم داماش هم به بیرون رفت. ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. بازیکن تیم شهرداری آستارا علیرضا ابراهیمی پشت توپ، خود ابراهیمی، رضا آذری از روی توپ پرید، سانتی که انجام میشه و برگشت توپ از بازیکنان داماش. دوباره در
میانه میدان رو دروازه‌بان تیم شهرداری میفرسته و این سمت دروازه‌بان تیم داماشه که توپ رو گرفت. سعید ابراهیم پور دروازه‌بان امروز تیم داماش گیلان هست. علی نظر محمدی به این دروازه‌بان اعتماد کرده و او رو توی دروازه خودش قرار داده تا ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش و توپی که به کورنر رفت. عجب موقعیت خوبی بود و توپی که باز هم به بیرون رفت. حسین ابراهیمی میره تا این ضربه رو بزنه برای داماش گیلان. میبینید در محوطه 18 قدم چه خبر هست. که میفرسته حالا حسین ابراهیمی داخل محوطه جریمه برمیگردونه بازیکن تیم شهرداری آستارا. دوباره توپ رسید به سعید ابراهیم پور. باز هم یه شوت از بازیکن تیم داماش که توپ به بیرون میره. هجده دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. داماش گیلان 1 شهرداری آستارا 0. یوسف بهزادی شروع کننده بازی. توپ میاد به میانه های میدان. یک لحظه با ضربه سر بازیکن تیم داماش حالا از سمت چپ و فرصت خوب برای بازیکن تیم داماش که اجازه کار مدافعین تیم شهرداری آستارا نمیدن به لاجوردی پوشان تیم داماش و توپی که اینجا میرسه به ابراهیم پور. او بلافاصله با سعید دلاور، رستمی، دوباره پژمان نجات، امین حقه بازیکن با تجربه تیم شهرداری آستارا یزدی دیدین هم شهرام حمیدی و خب بازم تصویرشون رفت. دوستان لطفا رفرش کنید به محض اینکه تصویر بیاد حتما براتون پخش میکنیم. فقط اینو چک کنید که چیز نباشه، تصویر قدیمی نباشه. خیلی خوب. همه همه مشکلات مشکلات هواشی که هواشی برای که این برای این تیم تیم وجود وجود داشت داشت حالا به یه ساحل آرامیشی رسیده و باید ببینیم که در آینده با نتیجه خوبی که خواهند گرفت چقدر هواداری خودشون رو خوشحال خواهند کرد. بازیکن تیم داماش پژمان نجات، داریوش بخت، خود داریوش سانتیش داخل محوطه جریمه برگشت توپ از بازیکن تیم شهرداری آستارا. یه لحظه حسین حداد همین عقب‌تر توپ رو به بیرون میزنن. پژمان نجات میاد تا این پرتاب رو انجام بده. دورخیز میکنه پژمان. خود نجات پرتابش انجام میده داخل محوطه جریمه. یه لحظه اومد با ضربه سر حسین خیری بزنه توپ رو که توپ رو سرش جفت جور نشد. حالا این سمت توپ به بیرون میره. امین حقه با انبساطی صحبت میکنه. چی شد؟ یه لحظه اومدن صحبت کردن یو
هم رفیق بودن، حالا دوباره میان با هم و یه صحبت کوتاه انجام میدن. امین حقده و محسن انبساطی. دوباره داماچی ها توپ به بیرون میره، پرتابی که انجام میدن. حسین حجاد میاد تا پرتاب رو انجام بده. دوباره خط دفاعی خودشون صاحب توپ هستن. بازیکن تیم شهرداری هستن. علی مولایی توپش رو میزنه و این سم به دنبال توپ احسان افچنگی و توپی که به بیرون میره. حالا ضربه کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم شهرداری آستارا. تیفوسی های شهر باران آرام قرار ندارند. خیلی دوست دارن که امروز تیمشون دست و پر زمین بازی رو ترک کنه. علیرضا ابراهیمی از شهرداری آستارا پشت این ضربه قرار گرفته. کمک داور میگه که کمی فاصله بگیرن. توپی که حالا فرستاده میشه و برگشت توپ از مدافعین تیم داماش. دوباره موقعیت هست و توپی که رسید به دروازه‌بان ابراهیم پور. دلاور، سعید دلاور برای پژمان نجات در میانه میدان انبساطی. رستمی دوباره پژمان را صاحب توپ کرد. توپی که به طالبی نرسید. برگشت توپ. توپ خورد به پای پژمان نجات. حالا توپ و پا رو با هم زد علی ملایی. صحنه‌ای که به وجود اومد. امیدواریم که مشکلی برای پژمان به وجود نیاد. کنار زمین صحبت میکنه داور با مربی تیم شهرداری آستارا. صحنه خطا رو قطعا همکارانمون نشون خواهند داد. بله، اینجا بود که این حرکت انجام شد و خوشبختانه مشکل خاصی پیش نیومد برای پژمان نجات و میتونه بازی ادامه بده. یه کارت زرد حالا آقای خالدی میگیره، سرپرست تیم شهرداری آستارا. آقای پورهادی هم اونجا حضور داره به همراه آقای رازفشا. ضربه خطا رو میزنن بازیکن تیم شهرداری. دوباره یه اشتباه بازیکن تیم داماش که شهرداری آستارا صاحب توپ میشه از سمت راست. ببینید این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. بازیکن تیم شهرداری آستارا به دنبال توپ هست هادی امینی پاک که توپش به بیرون میره. اعتراض میکنن این سم بازیکن تیم داماش گیلان، کادر فنی این تیم، نسبت به این صحنه‌ای که به وجود اومد. یک دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان برگشت توپ و باز هم با یک اشتباه توپ رو تقدیم بازیکن تیم شهرداری آستارا میکنن و این سمت توپ دوباره میسه به دروازه‌بان تیم داماش. بازیکن همچنان اونجا روی زمین افتاده تیم داماش گیلان که حسین ابراهیمی سالا بلند میشه حسین و به بازی ادامه خواهد داد. باز هم یه توپ میاد روی دروازه و یوسف بهزادی که توپ رو در اختیار میگیره.
رستمی، حسین ابراهیمی، برگشت تو به بیرون رفته و باید از کنار زمین بازی رو آغاز کنن. یک بار دیگه میبینید هواداره تیم داماش رو که چگونه تیم خودشون رو تشویق میکنن. این هواداره خونگرم که در ورزشگاه حضور دارن و یک سره دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. خطا و کارت زرد. یک کارت زرد رو میده داور به سعید طالبی. مورد اعتراض هم قرار میگیره. این حرکت داور و سعید طالبی بالاخره کارت زرد رو گرفته. به بیرون رفته و پرتاب برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. علیرضا ابراهیمی پشت این توپ میفرسته توپ رو داخل محوطه جریمه. یه لحظه اومد توپ تاثیر بذاره در بازیکن تیم داماش که توپ از دستش جدا شد، اما باز هم تونست توپ رو از آن خودش بکنه. و حالا توپی که دوباره بیرون میره اعلام کورنر میشه. پرتاب یعنی ضربه کورنر رو باید بزنن بازیکن تیم شهرداری آستارا. قبلش باید ببینیم که وضعیت این دروازه‌بان یعنی سعید ابراهیم پور چه خواهد شد. علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با کادر فنی خودش. بلند میشه دروازه‌بان میتونه بازی ادامه بده. ضربه‌ای که حالا خواهند زد بازیکن تیم شهرداری آستارا. توپی که فرستاده میشه و از همه عبور میکنه و با برخورد به امیررضا افسرده توپ به بیرون رفت. این توپ هم ثمری نداشت برای تیم شهرداری آستارا. باز هم میزنه ابراهیم پور این توپ رو دوباره به میانه های میدان. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. یه لحظه روی سر که بازیکن خورد و خودش نشست روی زمین. پشت خورد توپ به پژمان نجات. چقدر امروز ضربه میخوره این بازیکن. ببینید از همین ناحیه سر احساس درد میکنه.
پژمان و بلند میشه و بازی میتونه ادامه بده. محمد رستمی ازش میخواد که بازی کنه. باز هم داماشی ها. حالا از سمت راست یه ضد حمله برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. احسان چنگی توپ رو میفرسته و با دست توپ رو بیرون میفرسته سعید ابراهیم پور. و کورنر دیگر برای تیم داماش، ببخشید برای شهرداری آستارا. ابراهیم پشت توپ ایستاده، سریع که زده میشه داخل محوطه جریمه و برگشت توپ دوباره از بازیکن تیم داماش گیلان. شهرداری ها صاحب توپ هستن. دوباره در بازمان خودشون یوسف بهزادی توپ رو میفرستن. بهزادی به چپ میبره. محسن انبساطی از تیم داماش. حسین جناح بازی رو عوض میکنه. حسین ابراهیمی رو سمت راست صاحب توپ میکنه. دوباره رستمی رو به عقب. اینسان پژمان نجات. خود پژمان یه فرار خوب. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. فعلا بازیکن تیم شهرداری توپ رو گرفتن و توپ رو به بیرون زدن. حسین حداد. رستمی به خطا شد. محسن انبساطی اشاره کرد که روش خطایی انجام شده. داور هم بلافاصله خودش اعلام خطا کرد. بازی رو از سر میگیرن بازیکن تیم داماش. توپی که حالا فرستاده میشه روی دروازه. توپی که به کرنر رفته. پشمان میره تا این ضربه کرنر رو بزنه. توپی که حالا میفرسته پشمان نجات. باز هم خود نجات، سعید طالبی و توپی که باز هم به بیرون میزنن. علی نظر محمدی رو ببینید کجا اومده تا بازیکنش بگه که چه کار کنن. آخرین نقطه‌ای که یک مربی میتونه در محوطه خودش بمونه قرار داره علی نظر محمدی. کرنر دوباره زده خواهد شد. پژمان نجات توپی فرستاده میشه و باز هم برگشت توپ. حالا سعید طالبی و اعلام خطا. این بار خطای پژمان گرفته میشه روی امیررضا افسرده. بازیکن تیم شهرداری آستارا در زمین خودشون بازی میکنن. علی مولایی توپ رو به چپ میبره. دوباره یه سانت که بازیکن تیم داماش توپ رو بیرون میزنن. عطاب
برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. دوباره صاحب توپ هستن بازیکن تیم داماش که اینجا دروازه‌بان تیم شهرداری میاد و توپ رو بلند میزنه به میانه های میدان. حسین ابراهیمی کمی عقب‌تر، خیری که توپ روبایی عالی از حسین ابراهیمی و توپی که به بیرون میره. ببخشید توپ رو حسین نگرفت، بلال میرزا علی بود که توپ رو گرفت. قشنگم این توپ رو گرفت و توپ حالا به بیرون رفته و پرتاب برای داماش که خود میرزا علی این کار انجام میده. سعید طالبی، خود طالبی اگه بفرسته دو بازیکن داماش قطعا تو آفساید بودن. حالا دوباره از سمت راست ابراهیمی، رستمی، یک و دوی زیبا. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن. توپی که برخورد میکنه به مدافع تیم شهرداری آستارا و به بیرون میره. خیلی خوب اومد جلو حسین ابراهیمی، اما در زدن ضربه آخر دقت لازم رو نداشت و توپش به مدافع تیم شهرداری آستارا برخورد کرد. نیمه اول حملات زیادی رو داشتن داماشی‌ها روی دروازه تیم شهرداری آستارا و این چهره علی نظر محمدی آرام و قرار نداره در کنار زمین، همچون هواداره تیم داماش. ضربه‌ای که حالا زده خواهد شد. محبتی جریمه رو ببینید، من تو من بازیکن‌های دو تیم و ضربه‌ای که حالا باید زده بشه. داور اشاره میکنه که بزنن توپ رو، زده بشه توپ داخل محوطه جریمه و باز هم برگشت توپ. همین حقه. دوباره حالا یه توپ روایی عالی از بازیکن تیم شهرداری آستارا. 3-2 بود و نتونست کاری رو از پیش ببره. بازیکن تیم شهرداری یه لحظه احساس هم کرد که آفساید بوده، اما درست داشت میرفت حسین حداد. دوباره توپ بیرون میره. یه نظر محمدی صحبت میکنه با مسئول برگزار آراز افشا. ببینیم که چه تصمیمی رو خواهند گرفت. داور دستور به ادامه بازی میده. بازیکن تیم شهرداری سعید دلاور. دوباره توپ روایی از بازیکن تیم شهرداری آستارا. رضا آذری، خود آذری به میانه میدان. دوباره رو به عقب. علی ملایی توپ رو به چپ میبره. حالا دوباره جنای بازی رو عوض میکنه بازیکن تیم شهرداری آستارا که سعید دلاور اجازه کار رو نمیده به بازیکن تیم شهرداری و توپی که با برخورد به بازیکن تیم شهرداری آستارا به بیرون میره. سعید دلاور در همین تیم شهرداری آستارا بازی‌های خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت، در این تیم حضور داشت و با همین تیم بود که
به رقابت لیگ یک هم صعود کردند. دوباره خب بازم قطع شد تصویر آنتن. کماکان امیدواریم که بیاد و فکر کنم مشکل اینترنت دارن بچه آنتن هم که فریم ریتشون اینجوری پایین آوردن. تصویر اومد دوستان؟ خیلی خوب. توپ رو حالا به بیرون زدن پرتاب. برای بازیکن تیم شهرداری آستارا خواهد بود. حسین حداد میره تا این ضربه رو بزنه. دوباره توپ رو به بیرون میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. است کمی جلوتر دوباره باید پرتاب رو انجام بدن. علیرضا ابراهیمی پشت این توپ قرار گرفته. 43مین دقیقه از این دیدار. داماش 1 شهرداری آستارا 0. توپی که میاد داخل محوطه 18 قدم. باز هم بازیکن تیم داماش سعید طالبی که توپ رو کمی دور میکنه و خطا. علیرضا ابراهیمی با خطا متوقف میکنه سعید طالبی رو. بی‌صبرانه تیم خودشون رو تشویق میکنن. این هواداره خونگرم واقعا باید قدر این تماشاگرها رو دونست. تماشاگرایی که میان به ورزشگاه ها بدون هیچ چشم داشتی تیم خودشون رو تشویق میکنن. فرصت برای بازیکن تیم داماش. توپی که دارشو بخت نتونست این بار روی پا خودش جفت جور کنه. حالا اعلام خطا. داریوش روی زمین افتاد و داور یه کار زد و به بازیکن خاطی نشون میده. سرور خواهند زد بازیکن تیم داماش و حسین ابراهیمی که این کار رو انجام خواهد داد. خود حسین میزنه توپ رو، مشت توپ رو دور میکنه در تیم شهرداری آستارا. باز هم موقعیت هست از سمت راست. توپی که سانتر میشه اما مدافعین تیم شهرداری آستارا اجازه کار رو نمیدن به بازیکن تیم داماش. حالا از این سمت حقده یه لحظه پژمان نجات توپش رو زد و نتونست از این موقعیت استفاده کنه. اینجا هم اعلام خطا میشه. حالا برهانی دیدید 45 دقیقه به اتمام رسیده و وارد 5 دقیقه وقت تلف شده این دیدار میشیم. 5 دقیقه که این چهره داور چهارم این دیدار اعلام میکنه. عبدالحسین باستان بود که 5 دقیقه رو نشون داد. حالا میفرستم توپ رو بازیکن تیم شهرداری داخل
محوطه 18 قدم که باز هم توپ رو دور میکنن. حالا ضد حمله و افتاد بازیکن تیم داماش، بلافاصله بازی رو سعید طالبی ادامه میده. در این سمت توپ به بازیکن تیم شهرداری آستارا رسید و برگشت توپ یه بازیکن تیم داماش اون گوشه افتاده و کماکان دارن بازی ادامه میدن داماشی ها. حالا سعید طالبی موقعیت خوبی رو داره. سعید، یه شوت از سعید و توپی که در اختیار میگیره یوسف بهزادی. باز هم داماشی ها سانتی که انجام میشه، اعلام خطا نشد. پشمان ناراحته از اینکه چرا داور این ضربه رو خطا نگرفته. با بلند شه و بازی ادامه بده. پورمهدی بود، رضا پورمهدی بود روی زمین افتاد. رستمی این سمت برای نجات، خود پژمان تو سر توپ میزنه و توپ رو میده به رستمی. دوباره در میانه میدان توپی که بی هدف پژمان نجات فرستاد و توپ بیرون رفت. علی نظر محمدی میدونه که این سه امتیاز از نون شب برای تیمش واجبه. حالا ضربه پرتابی که انجام میشه و در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم داماش گیلان. بازیکن تیم داماش توپ رو حالا دوباره در اختیار میگیرن. رستمی به راست میبرن توپ رو. ابراهیمی، دوباره رستمی، خیری، حسین خیری توپ رو فرستاد جایی که رضاپور مهدی حضور داره و توپ حالا با برخورد به بازیکن تیم شهرداری به بیرون رفته. یه تنش دیگری رو اونجا دارن. دوباره بازیکن تیم شهرداری آستارا. حالا داماچیا توپ رو میگیرن. حسین ابراهیمی دوره از سمت راست زمین خودشون و اینجا هم سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا در میاد با برتری 1-0 تیم داماش گیلان مقابل تیم شهرداری آستارا. استراحت کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز و
همراهان همیشگی تلویزیون اینفینیتی آنتن خواهیم بود. خب ما هم یه تشکری میکنیم از بچهای آنتن، علل خصوص رحمان قاسمی که زحمت پخش این بازی و گزارش بازی رو کشیدن. این فصل حسابی زحمت کشیدن و بازی ها رو تونستن اکثر بازی ها رو پخش کنن. خوشبختانه دیدیم که داماش در نیمه اول با نتیجه 1-0 تونست پیروز میدان بشه و سر یک اتفاق به گل رسیدیم. هرچند موقعیت هایی هم داشتیم که نتونستیم ازشون استفاده کنیم، ولی به هر حال فارغ از اینکه گلمون به چه شکلی رخ داده ما تونستیم پیروز نیمه اول باشیم و طبیعتاً این نتیجه برای ما خیلی ارزشمنده از این جهت که شهرداری آستارا یکی از تیم‌هایی شده این فصل در نیم فصل دوم که تبدیل شده به کاندیدای سقوط و از اونجایی که ما خودمونم جزء اصلی ترین کاندیدای سقوط هستیم طبیعتاً نتیجه گرفتن در مقابل بقیه تیم‌های کاندیدای سقوط میتونه به سودمون باشه. امیدواریم که این نتیجه یا حتی نتیجه‌ای با گل‌های بیشتر برای داماش در نیمه دوم هم تکرار بشه و ما بتونیم در کل بازی به پیروزی برسیم. اون روال میشه گفت همیشگی گل خوردن در دقایق پایانی امیدوارم که تکرار نشه و ما بتونیم پیروز این بازی باشیم که در نهایت بتونیم بازی ببریم. ما به شدت به این 3 امتیاز نیاز داریم. همین الان برای فاصله گرفتن از منطقه خطر اگر اشتباه نکنم 6-7 امتیاز نیاز داریم که این 3 امتیاز خیلی میتونه بهمون کمک کنه. تصاویر استادیوم رو دارید مشاهده میکنید. من در ابتدای بازی هم خدمتتون عرض کردم امروز ورزشگاه یک تفاوتی که داره اینه که قسمت تخمه خوران گفتن که تعطیل شده، اون قسمتی که پشت نیمکت داماش بوده و هواداراش انتقال داده شدن به قسمتی که برای بانوان در نظر گرفته شده بود. خب یه خبر خوب دیگه هم این که شاهین بندر آمری هم که اونم یکی از کاندیدای سقوطه فعلا 1 گل از سایپا عقبه، یعنی 1 گل از سایپا خورده و عقبه تو بازی خودش که این نتیجه میتونه به سود ما باشه. میگم ما هر چقدر هم که صحبت کنیم افسوس بازی با دریای بابل رو میخوریم. بازی رو نه تنها که نتونستیم ببریم مساوی هم نگرفتیم و با 2 گل باختیم و این خیلی شرایط رو برامون سخت کرد. هرچند که ما بازم تاکید میکنم که به نسبت سایر کاندیدای سقوط یک بازی کمتر داریم، یعنی بازی عقب افتادن با خیبر اگر انجام بشه و اونجا بتونیم نتیجه بگیریم میتونه خیلی وضعیتمون رو بهتر کنه. داماش گیلان که همین بازی بود 1-0 از آستارا جلو هستیم تا پایان نیمه اول. مس سانگون هم از مس شهر بابک دربی مسها تا نیمه اول 0-0 مساوی بوده و سایپا هم که عرض کردم در زمین خودش 1-0 تا دقیقه 38 از شاهین بندر آمری جلوه. حالا به محض اینکه آپدیتی هم اگر در نتایج رخ بده و حتما خدمتتون خواهم گفت بقیه بازی هم که فردا انجام میشن. بریم کامنت های دوستان رو بخونیم ببینیم چی میگن. آقای ماهان فامیلیشونو غناد آموز، آقای ماهان غناد آموزم میگن که لطفا اطلاع رسانی کنید که بازی با خیبر هم ورزشگاه پر بشه، بهتره که سردار جنگل باشه. سردار جنگل نمیدونم مثلا اجازه بدن که بازی برگزار بشه یا نه. حالا باشگاه هم دوست داشت که بازیاش بره اونور به این دلیل که تمرین باشگاه روی چمن مصنوعی متاسفانه و بازیاش روی چمن طبیعی، یعنی یه جوری شده عملاً بازیای خونگیمون هیچ مزیت خاصی برای بازیکنامون ندارن. اینکه حالا بازی کجا انجام بشه رو واقعا نمیدونیم. علی اصغرزاده کامنت های گذاشت در خصوص اینکه حالا
مسئولین گیلان نمیخوان داماش باشه و این صحبتایی که بارها از دل هواداران داماش شنیدیم. یک بنری هم یه مدت داشتیم که هیچکس ما را دوست ندارد. ماها نوشته که بهتر نیست که بلیت بازی پولی باشه که بودجه برای تیم‌ها باشه. میاد یعنی خیلی کم میشه. خب خیلی‌ها همون مبالغ کم هم براشون مهمه. به هر حال وضعیت اقتصادی فکر می‌کنم تصویرم یه لحظه قطع شد و داشتم میگفتم اگر بخواد بلیت فروشی انجام بشه خیلی‌ها نمیتونن بیان استادیوم. به هر حال همون مبالغ بلیت هم سخته برای هوادارا که بخوام پرداخت کنن و اینکه مبلغ خاصی هم نمیشه. یعنی اون مبلغ در مقیاس تیم داری خیلی مبلغ کوچیکیه. ولی آره در یک شرایط ایدئال خب خوبه که بلیت فروشی انجام بشه که کمک به تیم ها بشه. ولی خب فعلا واقعا حداقل من فکر میکنم در مورد تیم های گیلانی علل خصوص داماش این مسئله ممکن نباشه. تشکری هم بکنیم از دوستانی که از انگلستان، دانمارک، آمریکای جنوبی اگر اشتباه نکنم و ترکیه کسایی هستن که من تو ذهنم هستن ما رو دنبال میکنن و فرانسه. این دوستانی که از خارج هستن متاسفانه از آنتن نمیتونن ببینن بازی. ما وظیفه خودمون میدونیم که بازی رو پخش کنیم که دوستانی که خارج از کشورم هستن به هر حال بتونن بازی داماش رو دنبال کنن. ما نوشته ببخشید شما اطلاعی دارین اسپانسر فعلی داماش از لحاظ تراکنش مالی آیا خوش حساب بوده یا با تیم سوسو بوده قضیه؟ خیلی یعنی خیلی کلی بخوام بگم که هزینه‌های به هر حال سفرها و اقامت تیم رو دارن تقبل میکنن. حالا یک پولهایی هم به بازیکن‌ها دادن ولی اینکه بگیم عملکرد خیلی فوق‌العاده‌ای بوده نه نبوده خداییش. حالا دلیلش چی هست رو من واقعا نمیدونم. یه پولهای خیلی حداقلی بله تزریق میشه ولی شرایط آنچنان که فکر کنید مثلا خوبه نه اونطوری نیست. بعد یونانی هم ما داریم. خانم سیلویا هستن آره دوستامون. هومن هم داریم از یونان. یونان اتفاقا تصاویرش رو که من توی اینستاگرام دوستمون میبینم خیلی شبیه به همین گیلان خودمونه. حالا چه از نظر آب و هوا چه از نظر زیر ساختای در و داغون. من تصاویر یونان رو که میبینم خیلی یاد گیلان میافتم خودش. اونجا فکر میکنم که شما دیگه دلتنگ گیلان زیاد نشید دیگه با توجه به اینکه یونان هستید. چیه؟ آره زیتون هم که آره تو یونان دارن. ولی یه فرضیه‌ای بود میگفتن این گریک و گیلک و اینا از یک ریشه هستن اسمشون. حالا من نمیدونم تا چه حدی درسته و میگفتن که اصلا این منشأ زیتون هم از همین قضیه بوده. هومن جان ما هم دلتنگیم. حالا امیدوارم که شرایط به جوری باشه که بتونیم بیای رشت و بازیای داماش رو از نزدیک تماشا کنیم. چه شما چه بقیه دوستانی که الان رشت نیستن حالا یا شهرهای دیگه هستن یا خارج از کشورن. امیدوارم که روزی به هر حال این عزیزان هم بتونن از نزدیک بازی‌های داماش رو دوباره از نزدیک ببینن. تایمر رو من نذاشتم. تایمر اینترنت حالا نمیدونم چرا باز ضعیف شد. خب درست شد الان اینترنت مثل اینکه سایپا مساوی کرد. خب بندر آمری شاهین بندر آمری یه گل به سایپا زد و مساوی کرد باش و این خبر چندان جالبی برای ما نیست. امیدوارم که سایپا به هر حال بتونه از شرایط میزبانیش استفاده کنه و بازیش رو ببره. تیمای ته جدولی هرچی کمتر نتیجه بگیرن به سود ماست. متاسفانه به این شکل شد. تایمر رو داشتم میگفتم اسفند طلا این رو خود آنتن گذاشته. به محض اینکه نیمه دوم شروع بشه طبیعتاً تایمر رو ریست میکنن و قضیه تایمر حل میشه
بازی های داماش رو صدا و سیما به این دلیل پخش نمیکنه که پول میخوان، یعنی برخلاف دنیا که میخوان که بازی رو پخش کنن، که حالا اینترنت باز ضعیف شد، گیری کردیم دوباره درست شد. نمیدونم صدای من رو تا کجا شنیدید، داشتم اینو میگفتم. اینجا یه جوریه که پول میخوان از باشگاه که بازی رو پخش کنن. سر همین قضیه طبیعتاً خیلی از باشگاه زیر بار نمیرن. حالا در مورد پخش صدا و سیما که اشاره کردید، یه نکته جالبی هم بهتون بگم. ما نیم فصل اول که رفته بودیم آستارا، بچهای تیم آستارا میگفتن که ما به صدا و سیما درخواست دادیم و ازشون خواستیم که ما بهتون پول میدیم بیایم بازیامون رو پخش کنیم. بعد صدا و سیما گیلان گفته که به دلیل بعد مسافت ما قادر به این کار نیستیم. این در حالیه که صدا و سیما بخش کنه. جا داره که همینجا یک تقدیری بکنیم از بچهای تیم آستارا بابت این رویکردشون و اینکه یه انتقادی هم بکنیم به صدا و سیما که حالا این بندگان خدا آستارا که داره پولتون رو میده، یه بازیای اونو چرا پخش نمیکنه؟ حالا 200 300 راه دیگه، همین گیلان خودمونه، برید بازیاشون رو پخش کنید. درسته باشگاه ما زیر بار نمیره و پول نمیده، ولی اونی که داره پول میده رو حداقل برید پخش کنید. زشته واقعا برای گیلان. قربانت بشم اسفند جان. سایپا ماره احتمالش هست که بزنه، تیم خوبیه سایپا، امیدوارم که این اتفاق بیفته. شبکه باران هم که گفتم دیگه، حالا اگر کامنت دیگه هم باشه من میخونم. خواهش میکنم که از دوستان هم دعوت بکنید بیان اینجا در کنار هم لایو رو ببینیم. برار همینجا به صورت زنده میتونیم کامنت بذاریم، اگر لازم شد میتونیم بازی رو عقب بزنیم، صحنه‌های حساس رو ببینیم. میتونیم اگر دیر به لایو جوین شدیم بزنیم عقب، بازی رو اصلا با تاخیر ببینیم. به هر حال امکانات لایو خیلی زیاده. یه نکته هم بگم که ما بازی بعدیمون با همین شاهین بندرآمریه که در 26 اسفند قراره که انجام بشه، شنبه 26 اسفند، و نشون میده که شاهین تیم خوبیه و ما باید تو زمین خودش باش بازی کنیم و طبیعتا اون بازی هم حالا هم از بعد مسافت و هم از بعد جدول هم از بعد این شاهین جدید نشون میده که بازی بسیار سختیه. ما اگر اونجا بتونیم امتیاز بگیریم خیلی وضعیتمون رو بهتر میکنیم. هرچند که میگم بازم من امیدوارم که امروز سایپا هم به هر حال بازی خودش رو ببره. تصویر استادیوم هم که دارید مشاهده میکنید، هنوز بازی شروع نشده و آره پژمان جان، متاسفانه ما هم صدای استادیوم رو نداریم، ولی جو بسیار خوبیه. استوریای وارش اسپورت رو اگر نگاه میکنی فکر میکنم بچه‌هایی که توی استادیوم هستن یه چند تای استوری اگر اشتباه نکنم گذاشتن در مورد جو استادیوم. ورزشگاه خب پر نشده به خاطر تایم بعدش و حالا شرایط جدولی داماش، ولی به هر حال بدم نیست، یعنی به نسبت وضعیت موجود جو استادیوم خوبه. فقط پژمان جان برخلاف گذشته اون زمانی که تو بودی، الان اینجوریه که چون اون جلو رو خراب کردن، جایگاه روبرو رو خراب کردن، جو استادیوم اونطوری مثل سابق سنگین نمیشه. یعنی جو اینطوری خیلی تیفوسیا که خب مثل همیشه تشویق میکنن، ولی اون جو سنگین متاسفانه وجود نداره توی عزادی. امیدوارم که به هر حال هر چه زودتر این سکوهای روبرو درست بشن و جو استادیوم هم شبیه به قبل بشه که در طول بازی بتونیم روی حریفا و حالا تمام بازیکن‌ها اون جوی رو که لازمه ایجاد کنیم. حالا چه تشویق چه هو کردن، حالا بستگی به شرایط بازی داره، ولی به هر حال آره جو استادیوم حتی اگر پر هم بشه به هیچ وجه نمیتونه مثل سابق بشه.
ماهان بارسیده ببخشید زیاد میپرسم، چون کسی رو نداریم اطلاع رسانی کنه راجع به این موضوع. آیا جلسات مدیریتی تشکیل شده برای پیدا کردن راه‌های جدید تزریق پول به باشگاه؟ من اطلاعی ندارم، ولی بعید میدونم، چون با توجه به شرایط مالکیتی پیچیده داماش و نمیدونم از اون طرف وضعیت جدول و اینا، من بعید میدونم که الان زمان مناسبی برای این قضیه باشه. اگر این اتفاق بیفته البته خیلی خوبه، ولی بعید میدونم تو این شرایط کسی بخواد بیاد جلو. فعلا چیزی که واضحه اینه که انگار یه جورایی باید همینجوری فصل رو به پایان برسونیم، که حالا تا در واقع فصل بعد ببینیم که شرایطمون از نظر مالکیتی و اسپانسر و این داستانا به چه شکلی میشه. خب داورام که وارد زمین شدن، تک و توک بازیکن‌های شهرداری آستارا می‌بینیم که سمت راست زمینن، سمت چپ زمین هم می‌بینیم که بازیکن‌های داماش دارن گرم میکنن. اینجور که به نظر میاد به هر حال بازی تا دقایق آینده باید شروع بشه. بازیکن‌های دو تیم تقریبا وارد میدان شدن. داور میره وسط زمین، میخواد دستور شروع بازی رو بده. نه پژمان جان، توی لیگ یک فعلا اجازه رسمی ندادن. توی رشت هم که خودت بهتر میدونی که سختگیری‌ها بیشتر از هر جای دیگه هست. بانوان متاسفانه فعلا امکان حضور ندارن. خب بازی به محض اینکه استارت بخوره من براتون بخش میکنم و کم کم دیگه باید شروع بشه. در مورد بانوان هم که گفتم دیگه، گفتم متاسفانه فعلا امکان حضور ندارن توی لیگ یک. حالا امیدواریم که مشکل هر چه زودتر حل بشه. بازی هم شروع شد، قراره که شروع بشه. حالا گزارش یه تعویضی هم همونجا داره انجام میشه برای فکر میکنم شهرداری آستارابل. امیدوارم که به هر حال در نیمه دوم هم شاید بازی خوب از داماش باشیم و پیروز این بازی رو به انتها برسونیم. تصویر آنتن دوباره گیر کرد، اگر یک بررسی بکنید من ممنون میشم که بتونید زودتر بازی رو پخش کنیم. بلغت میدونم یه رفرشی بشه، میدونم از خود آنتنه. حالا من که نگفتم از اینترنت ماست، ولی میگم رفرش بشه، حالا شاید درست بشه. معمولا آنتن به مشکل میخوره نیاز به رفرش داره. من نمیدونم اگه نوتی برام نوشتید، من نمیدونم کجا نوشتید. اگه نوشتید که هیچ. آها کی؟ آها عماد میرجوان مثل اینکه مصدوم شده وسط نیمه. آره، و پورمهدی بهش اومد. بازی هم شروع شد گویا. من ببینم صدا آره هست. ببینیم که بله صدا هست. پس شما خدافظی میکنم، شما بتونید صدای گزارشگر بازی رو بشنوید. چه نتیجه رو در پایان خواهیم داشت برای دو تیم داماش و شهرداری آستارا. توپ رو سانتر میکنه بازیکن تیم شهرداری، برگشت توپ با ضربه سر دوباره بازیکن تیم شهرداری آستارا. توپی که به بیرون میره، داماشی‌ها اعتقاد داشتن که توپ به نفع اعلام خطا کرده بود. برای ضربه خطا رو خواهند زد داماشی‌ها. توپی که سانتر میشه داخل محوطه جریمه با ضربه سر توپ رو برمیگردونه امیررضا افسرده. کماکان موقعیت هست برای داماش و توپی که به بیرون میره.
دوباره پرتاب رو انجام خواهد داد علیرضا ابراهیمی برای تیم شهرداری آستارا. توپی که فرستاده میشه و در اختیار میگیره دروازه‌بان سعید ابراهیم پور. دوباره بازیکن تیم داماش انبساطی به چپ میبره توپ رو داخل محوطه جریمه و توپی که به بیرون میره. بازیکن تیم داماش یه بازیکنش روی زمین افتاده و باید به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه و بعد ضربه کرنر نواخته بشه. این هم هواداره خونگرم تیم داماش که کماکان دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. دقیقه 50 این بازی و باید ببینیم که در پایان چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد. این هم کادر فنی تیم، کادر پزشکی تیم داماش که توی زمین هستن تا به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی کنن. بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. رضاپور مهدی سانتی که حالا انجام میشه و باز هم توپی که میزنن بازیکن داماش به بیرون میره. اعلام خطا شده و باید به وضعیت بازیکن تیم داماش رسیدگی بشه.
امروز البته بچه ها میگفتن امروز که کلا اینترنت مشکل داره. متاسفانه بچه های آنتن هم به همین دلیل احتمالاً اینترنتشون دچار مشکل شد و حقیقت میشه. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. خیزی که انجام میده حسین ابراهیمی. بریم کدوم یک از بازیکن‌ها خواهند زد. خود ابراهیمی سانچه انجام میده داخل محوطه جریمه. گل. گل دوم اینجا به ثمر میرسه. سعید دلاور مدافع پیشتاخته تیم داماش گیلان گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. حالا داماش 2 شهرداری 0. به زیبایی رو فرستاد حسین ابراهیمی و به خوبی توپ رو به گل تبدیل کرد سعید دلاور. ببینید اینجا توپ رو فرستاد با یه ضربه سر مدافع پیشتاخته تیم داماش گل دوم تیمشون رو به ثمر رسوند. داماش 2 شهرداری 0. دیگه تیم آرش برهانی چیزی برای از دست دادن نداره و باید تلاش کنه تا گلای خورده رو حالا این سمت ضربه ایستگاهی برای تیم شهرداری آستارا. پشت توپ 2 بازیکن تیم شهرداری. توپی که حالا فرستاده میشه در دروازه‌بان در اختیار میگیره. یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری دوباره از سمت چپ بازیکن تیم داماش گیلان. سانتی که انجام میشه و چه توپی رو سعید دلاور ببخشید سعید طالبی به گل تبدیل نکرد. خیلی قشنگ اومد اما بس پاش فاصله داشت. دوباره علی نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش. توپی که حالا فرستاده میشه یه شوت از بازیکن تیم داماش و کاپیتان رستمی که توپ به بیرون رفت.
دنبال این هستن که تیمشون گلای بیشتری رو هم بزنه. علی نظر محمدی گفت بازی قبل که تغییر تحولات در تیم رو خواهی دید. یک باری که بازیکن تیم داماش و اعلام آفساید. قبل از اینکه داریوش بخت به توپ ضربه بزنه اعلام آفساید شده بود. عرض می‌کردم که علی نظر محمدی گفت که از هفته‌های بعد داماشدارا پیش باشه. باز هم در میانه میدان بازیکن تیم شهرداری آستارا صاحب توپ. بازیکن تیم شهرداری در زمین خودشون صاحب توپ هستن و کوتاه کار میکنن و شاید راهی برای نفوذ به دروازه تیم داماش رو پیدا کنند. باز هم بازیکن تیم شهرداری از سمت راست آنتی که انجام میشه در اختیار میگیره دروازه‌بان سعید ابراهیم پور. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان سعید طالبی و اعلام اوت میشه. انتظار داشتن که داور فکر کنم پنالتی اعلام کنه که اینگونه نبود. این از رو زمین افتاد اما خطا اونقدر جدی نبود که داور بخواد پنالتی اعلام کنه. یک بار دیگه توپی که میرسه به بازیکن تیم شهرداری آستارا. باز هم توپ به بیرون میره. این بار برای بازیکن تیم شهرداری علی نظر محمدی صحبت میکنه بازیکن خودش. داور میخواد ازش که عقب‌تر بره. یه تعویض حالا داره انجام میشه برای شهرداری آستارا. 93 و 50 دو بازیکنی هستن که به بازی خواهند اومد. حسام اسکندری و امین محمد مهدی زاده به بازی میان. هادی امینی بازی رو ترک میکنه و امین حقه. این هادی امینی است و این هم امین حقه که به بیرون میاد. 65مین دقیقه از این دیدار.
یک بار دیگه داماشی ها از سمت چپ. روی خطا رو بزنن. حالا میزنن این توپ رو. یه شوت از رستمی و توپی که به بیرون رفت. بلافاصله بازیکن تیم شهرداری آستارا بازی رو آغاز میکنن و با یه اشتباه توپ دوباره به بیرون میره و باز هم بازیکن تیم داماشه که باید این ضربه رو بفرستن. دوباره در گوشه زمین بازیکن تیم شهرداری و اعلام خطا میشه. این بازیکن تیم شهرداری به دنبال توپ، هر جوری که از توپ رو میگیرن. آرش برهانی هم حالا در کنار زمین هست و صحبت میکنه بازیکن خودش. آرش هم نمیخواد دست خالی از رشت بره. دوباره امیررضا افسرده توپی که میسپره به یوسف بهزادی. یاشار احمدی، افسرده، سمت راست به چپ میارن توپ رو. حالا افسرده از شهرداری آستارا رو میفرسته. توپی که حالا بیرون نرفته. حسین ابراهیمی یاد صاحب توپ میشه. یه ضد حمله میتونه شکل بگیره برای داماش و اعلام خطا. خطای رضاپور مهدی گرفته میشه. بلافاصله در این سم بازیکن تیم شهرداری و توپی که میگیره دروازه‌بان و خوشحالم هست از این ضربه‌ای که گرفته. صحبت میکنه با حسین خیری. علی نظر محمدی تا کجا رفته بود؟ یعنی با توپ میره. اونقدر فکر نکنم مهاجمینشون در کنار زمین بدون که علی نظر محمدی میدوه. خیلی داره هرس میخوره علی نظر محمدی. چهری که میبینید یا بازیکن روی زمین افتاد بلافاصله میگه تعویضش کنید. میخواد اینجا که پور مهدی رو تعویض کنن. دوباره
اعلام خطا، این بار خطا برای تیم شهرداری آستارا و یک کارت زرد که داور از جیبش در میاره و میده به بازیکن تیم داماش گیلان. پشمان نجات هم حالا میاد اضافه میشه. داروشو بخت بود کارت زرد رو گرفت، بازیکنی که گل اول داماش رو به ثمر رسونده بود تو جا. منتظریم تا بزنن این ضربه رو بازیکن تیم شهرداری آستارا. حالا زده میشه ضربه داخل محوطه جریمه. سعید دلاور با ضربه سر کمی دور میکنه. پشمان نجات به چپ میاره توپ رو و حسین ابراهیمی که نرسید. دو تعویض رو علی نظر محمدی همزمان میخواد انجام بده. رضا زاهد تبار و امین اسدی تو بازیکن هستن که به بازی خواهند اومد. تعویضی که انجام میشه و منتظر دو تعویض بعدی هم انجام بگیره و میبینی با برانکارد میاد تو زمین تا بازیکن مصدوم رو به بیرون بیارن و تعویض هم همونجا انجام بشه. اول میخواد که از اون سمت بازیکن تیم داماش بیرون بره. حسین ابراهیمی هست و میگن از این ور شاید طول بکشه. داور امیر سام سلطانی است. سابقه داوری در استان گیلان رو داره، در بازی مهم استان داوری کرده. حالا بازیکن تیم شهرداری برمیگردونن توپ رو. بازیکن تیم داماش باز هم بازیکنان تیم شهرداری آثار صاحب توپ. حسین ابراهیمی از همون سمت دیگه به بیرون رفت و تعویضش انجام شد. دقیقه 74 داماش گیلان 2 شهرداری آستارا 0. یک بار دیگه توپ رو برگشت میدن بازیکن تیم داماش. اشتباه و توپی که
حالا داماش گیلان، داماشیات صاحب توپ داخل محوطه جریمه، توپی که نرسید به طالبی. دوباره رستمی، انبساطی، فرصت هست کماکان برای بازیکن تیم داماش گیلان، شوتی که زده میشه و توپ به بیرون میره. دوباره بازیکن تیم شهرداری آستارا صاحب توپ یه لحظه جا گذاشتن یه بازیکن تیم داماش رو، سانتی که انجام میشه از اون سمت حسین حداد به دنبال توپ هست، سانتی که باز هم انجام میشه و توپ رو در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم داماش و این هم علی نظر محمدی. چقدر هرس میخوره این مربی. یه تعویض دیگه که دوباره در راه هست و دیدیم کمیل حیدری هم قرار بازی بیاد. شهرام حمیدی که صحبت میکنه با محمد مهدوی و این دو بازیکنی که قراره به بازی بیان، میلاد پور محسن و کمیل حیدری. 77مین دقیقه از این دیدار. داماش 2 شهرداری آستارا 0 و یه بازیکن هم روی زمین میفته از تیم داماش. اعلام خطا، کارت زرد علی ملایی بازیکن تیم شهرداری آستارا و هنوز به درد خودش میپیچه اونجا بازیکن تیم داماش. این چهره داور این دیدار هست. یه کار زرد حالا قراره به کی بده؟ به یکی از اعضای کادر بازیکن تیم شهرداری آستارا داد. حالا تعویضای تیم داماش باید انجام بشه. 3 تعویض رو قرار همزمان، 2 تعویض رو قرار همزمان انجام بدن. قبلش باید ببینیم که این ضربه خطا رو خواهند زد یا که خیر. صحبت میکنه نظر محمدی با میلاد پور محسن. 36 دارشو بخته که بیرون میاد و 99 کمیل حیدری که به زمین مسابقه خواهد اومد. داریشو که دیدم کمیل هم فکر کنم جای محسن انبساطی قراره خارج بشه. بله محسن انبساطی رو کشید بیرون علی نظر محمدی. و ضربه‌ای که حالا میزنن بازیکن تیم داماش و توپه پژمان نجات به بیرون میره. دربی گیلان رو تا اینجا برنده علی نظر محمدی در کنار زمین. میگه بلافاصله توپ رو بفرستید. با اینکه تیمش 2-0 جلو هست باز هم آتش گلزنیش کم نشده نظر محمدی. توپ به بیرون میره. منتظریم تا داور اجازه بده تا این ضربه رو بزنن بازیکن تیم
شهرداری یاشار احمدی پشت این توپ کوتاه کار میکنه در میانه میدان. اعلام خطا میشه. هواداری تیم داماش تیم خودشون رو تشویق میکنن. این هواداره داماش هستن که در ورزشگاه حضور دارن و تیم خودشون تشویق میکنن. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و توپی که باز هم ثمری نداشت برای داماشی ها. علی نظر محمدی میگه به بازیکناش که پاس بدن، رو به جلو کار کنن. 83مین دقیقه از این دیدار. داماش 2 شهرداری 0. باز هم بازیکن تیم شهرداری آستارا با اینکه داماش جلو هست عقب نکشیدن. توپ کورنر رفته و باید ضربه بازیکن شهرداری آستارا رو ببینیم که به کجا خواهد انجامید.
که حالا میزنن بازیکن تیم شهرداری آستارا رو به عقب. حالا طالبی و اعلام خطا. خطای بازم بازیکن تیم داماش و توپی که این سمت در بازوان تیم شهرداری آستارا جمع میکنه. داماش حمله کن، شعاری که باز هم هوادارا سر میدن. داماشی خیالشون جمع هست از دو گلی که به ثمر رسوندن دقیقه 88 این دیدار و این هم نمایی از تماشاگرای تیم داماش که موبایل های خودشون روشن کردن و تصویر زیبایی رو در ورزشگاه به نمایش گذاشتن. این تصویر بهتره و هوادارهای تیم داماش رو میبینید. زدم بازی تیم داماش رو دوباره به کورنر رفت. نمای زیبا از هوادارهای تیم داماش. 89مین دقیقه از این بازی. باز هم داماشی ها برگشت توپ. رستمی، خود رستمی به راست میاره توپ رو. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. امین اسدی، خود اسدی در گوشه زمین. اسدی و توپ رو از زیر پاش جدا میکنن بازیکن تیم شهرداری آستارا. مورد تشویق هواداران قرار میگیره. هواداری که در این سرمای شهر رشت در ورزشگاه حضور دارن و هفت دقیقه هم وقت تلف شده برای این دیدار در نظر گرفته شده.
باز هم داماشی‌ها رو به عقب برای دروازه‌بان خودشون. حالا باز هم بازیکن تیم شهرداری برگشت توپ، باز هم یه سانت از بازیکن تیم شهرداری که توپ رو برمیگردونن بازیکن تیم داماشی گیلان. این سعید طالبی است که توپ رو برداشته و داره میره. 91 دقیقه هم پشت سر گذاشتیم. عرض کردم خدمت شما که در میانه میدان باز هم بازیکن تیم شهرداری آستارا امین محمد مهدی زاده، علی ملایی، یاشار احمدی به چپ میاره. یاشار باز هم نمیتونن کاری از پیش ببرن و توپ به بیرون میره برای شهرداری آستارا. آرش برهانی بازیکن خودش رو فرا میخونه و میگه که حمله کنن، اما ناراحت هست از نحوه بازیکن تیم خودش. آرش برهانی، سعید ابراهیم پور بلند به زمین تیم شهرداری آستارا. حالا از سمت چپ بازیکن تیم شهرداری هستن توپ بازیکن تیم داماش رو میگیرن. دوباره در گوشه زمین صاحب توپ سفید پوشان شهرداری مهدی زاده و روی زمین میفته. اعلام خطا نمیشه. حسام اسکندری روی زمین افتاد اما داور اعتقادی به خطا نداشت. این سمت میزنن بازیکن تیم داماش رو و باز هم خطا نیست. برگشت توپ از داماشی ها و سعید دلاور که زننده گل دوم داماش در این دیدار بوده با ضربه سر توپ رو برمیگردونه. دوباره یک سانتر، توپ رو به راست میارن و آفساید و آره بله تو آفساید بودن بازیکن تیم شهرداری آستارا و این داور پرچم خودش رو بالا برده بود. حمید صحرایی کمک داور دوم این دیدار. پور ابراهیم بخشید ابراهیم پور باید بازی رو آغاز کنه. دقایق پایانی این دیدار هست و داماش فقط 3 دقیقه با برد در این دیدار فاصله داره. یک بار دیگه از سمت چپ بازیکن تیم داماش و دوباره خود داماشی‌ها صاحب توپ میشن. یه ارسال از برای میرزا علی که خود میرزا علی با ضربه سر توپ رو به سعید ابراهیم پور داد. بلند میزنه توپ رو به زمین تیم شهرداری. دوباره بازیکن تیم شهرداری آستارا صاحب توپ میشن. امیررضا افسرده به راست میبره. محمد صادقی سانتر او. کاپیتان رستمی یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت. نور ورزشگاه که روشن شده اون استاندارد خاص رو نداره و
هر چه زودتر بازی تموم بشه خیلی بهتره. این پروژکتورایی که اینجا روشن شده برای بازی‌های استانی هم مناسب نیست، چه برسه بازی لیگ 1. دوباره بازیکن تیم داماش از سمت چپ و توپی که به بیرون میره و بازیکن تیم شهرداری باید این توپ رو بزنن. محمد صادقی میره تا پرتاب رو انجام بده. خود صادقی خطای پرتابش اعلام میشه. این هم هوادارای داماش گیلان یک سر تیمشون رو تشویق کردن از شروع بازی تا الان. رفته رفته به تعدادشون اضافه شد و این تشویق هم که میبینید کماکان ادامه داره. بعد از برد هم ادامه خواهد داشت. اینجا سوت پایان بازی به صدا در میاد و این خوشحالی هوادارهای تیم داماش گیلان. برده 2-0 داماش مقابل تیم شهرداری آستارا و علی نظر محمدی و تیمش فاتح دربی گیلان میشم. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. تا دیدن اینترنت اگر اجازه بده تبریک میگم به همتون. بالاخره تو این فصل یه دونه بازی بدون حاشیه، بدون استرس از داماش دیدیم. حالا بعد گل بعدی رو زدیم، از این نظر خب خیلی خوب بود و خیلی وقت بود که اینجور بازی بدون استرس از داماش ندیده بودیم. تبریک میگم. سومین برد فصلمون رو در هفته 23 به دست آوردیم. امیدوارم که این شروع خوبی باشه برای به دست آوردن بردهای بیشتر. نشون دادیم که میتونیم ببریم. یه تبریک هم بگیم به هر حال به بچهای آستارا بابت بازی که کردن و امیدواریم که شرایط به هر حال جوری باشه که هم داماش هم شهرداری آستارا توی لیگ 1 بمونن و سال بعد هم شاهد همین دربی باشیم. به هر حال یه کامنت های شما رو من توی یوتیوب بخونم. پژمان نوشته بود که بازی رو آروم کن. آره منم اتفاقا اینجا داشتم واقعا تعجب می‌کردم که این چه مثلا تعویضی بود که ما زاید تبار آوردیم تو، بیشتر تیم رو دوباره هجومی کردیم. خیلی تعویض عجیب و غریبی بود ولی حالا شاید خوش شانس بودیم که گل نخوردیم. شاید اگر یه دونه گل می‌خوردیم خیلی بازی برامون سخت می‌شد. حالا چرا این کار انجام دادیم من نمیدونم. سعی می‌کنم کامنت ها رو خیلی سریع بخونم. اینا که هیچی ببینم سوالی نکته چیزی نیست. ماهان نوشته که من خارج از استانم، میام بعد از عید لنگرود بازی فروردین رو هستم. ماهان جان خوشحال میشیم بیای رشت ببینیمت. دیگه ببینیم علی اصغرزاده میگه که گزارشگر احتمالاً داشته سیگار میکشیده. بچه‌ها میبینید شین رحمان که گزارش میکنه بنده خدا چون خودش هم کارگردانی میکنه یه خورده مشغوله. بازی مثل سونگون با شهر بابک که حالا برای ما اهمیت خاصی نداره 2-2 تا دقیقه مثبت 90 و از سایپا و بندر آمری هم همون 1-1 تا دقیقه 83 موندن. امیدوارم تو این دقایق به هر حال سایپا بتونه گلش رو بزنه و به هر حال تیمای پایین جدولی هرچی امتیاز میگم کمتری بگیرن به سود ما میشه. آره ما این بازی به نوعی حکم 6 امتیاز داشت، هرچند با اینکه ما بردیم هنوز با خود آستارا اختلاف زیادی داریم. اختلاف زیاد که نه ولی اختلاف داریم از نظر امتیاز توی جدول. آره پشمان جان دروازه‌بانمون هم خوب بود. رضا نیکی ما صدا رو از آنتن میگیریم، صدا و تصویر رو، و کار خاصی نمی‌کنیم در خصوص صدا وضعیت شهر طوری که از آنتن پخش میشه ما هم به همون شکل پخش میکنیم.
مجید رضا نژاد نوشته آقا مبارک، یکی دیگه هم راه داشت. آره موافقم، ما میتونستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم. به هر حال مهم 3 امتیاز بود که گرفتیم. امیدوارم که میگم این موضوع تکرار بشه. چقدر کیف داد، چقدر خوشحالیم الان. 23 تا 23 هفته رو گذروندیم، 22 تا بازی کردیم، 3 تاش رو بردیم. ای کاش تو 19 تا دیگه هم بازیایی بودن که میتونستیم اینطوری خوشحال باشیم. نشد، ولی امیدوارم که به هر حال در نیم فصل دوم بیشتر از این مدل بازیایی داشته باشیم که بتونیم از بابت دیدنشون خوشحال باشیم. کیفیتش هم نه، کیفیت حالا جدا از بحث کیفیت، ماهان جان فریم ریت ویدیوی آنتن هم خیلی پایین بود. یعنی بازی اینطوری یه جورایی داشت با لگ پخش میشد از نیمه اول و نیمه دوم. احتمالاً به خاطر وضعیت اینترنت ورزشگاه کیفیت رو اینطوری پایین آوردن. متاسفانه بسازیم، چاره‌ای نیست. رضا جان جدول رو بررسی خاصی نمیشه کرد از این جهت که امروز بازی کمی برگزار شدن. اصل بازی ها فردا انجام میشن، ولی ما با این پیروزی که به دست آوردیم اگر بقیه حریفا نتونن امتیاز بگیرن به جایگاه 16 هم میرسیم. یعنی از منطقه سقوط نجات پیدا نمی کنیم، ولی خب وضعیتمون خیلی بهتر میشه. ولی باید بازی فردا رو ببینیم. امروز الکی جدول رو بررسی کردنش فایده خاصی نداره. بازی عقب افتاده پژمان جان 15 فروردین منتها با خیبره. البته توی رشته، حالا خیبر رو میدونید دیگه، به هر حال روابطی که با جای مختلف دارن اولا خیلی اینطوری عجیب و غریب بازی میکنن. بازی رفتمون هم که دیدی، اولا بازی رو نیمه تموم گذاشتن، 3-0 کردن به سود خودشون. بازی که ما به نوعی باید میبردیم اون بازی رو، به سود خودشون با نتیجه 3-0 به پایان رسوندن. حالا با نفوذی که داشتن. حالا جدا از این قضیه هم خیبر تیم خوبیه خودشم و بازی خیلی سختی داریم، ولی اگر اون رو در 15 فروردین بتونیم ببریم به هر حال خیلی وضعیتمون بهتر میشه. ورزشگاه که کی درست میشه معلوم نیست، هیچ زمانبندی اعلام نکردن. همین چمنش هم که خوب بود که داره خراب میشه. گیلک چرا میگی شوک شدیم؟ حالا درسته که امسال داماش بازی خوبی نکرده، ولی اینجور بازی‌ها ما زیاد از داماش دیدیم. امیدواریم که به هر حال بازم تکرار بشه. یه روزی به هر حال بردن تیم‌های حالا مثلا پایین جدولی برای ما خیلی کار ساده‌ای بود. متاسفانه الانه که تو این وضعیت هستیم و امسال به هر حال باید یه جوری به سرانجام برسونیم که از سال بعد به هر حال بتونیم قوی ظاهر بشیم. آره مجید جان تا حدی شست این بازی، ولی کماکان وضعیتمون بده دیگه تو جدول. گیلک جان نه، ما از آنتن پخش میکنیم مگر اینکه بازی پخش نشه. در صورتی که پخش نشه خودمون میریم، چون اگر خودمون بخوایم پخش کنیم 4 نفر 3 نفر بالا نیاز داریم. عملا دیگه نیروی انسانی کافی رو نداریم که بخوایم بازی رو پخش کنیم. سخت افزارش هم نداریم. نه پژمان جان، اون جدولی که توی ورزش 3 هست مال پارسال مشکل داره. 3 تا تیم مستقیم سقوط میکنن، یعنی 3 تا تیم پایین جدول مستقیم سقوط میکنن که در حال حاضر ما با اینکه به جایگاه 16 هم رسیدیم ولی جزء کاندیدای اصلی سقوط هستیم. صدای ماشین و اینا اگر بذاره صدای من به شما برسه خیلی خوبه. حالا نمیدونم من صدام به چه شکلی شنیده میشه. به هر حال پلی آف نداریم، نه 3 تا تیم مستقیم سقوط میکنن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم ماهان که ورزشگاه پر بشه. همیشه این تلاش رو کردیم. طبیعتاً با نزدیک شدن به بازی خیبر باز هم تبلیغات لازم رو انجام میدیم، ولی خب چیزی که برای ما مهمه اینه که ما در مجموعه این بازی‌ها یک روال خوبی داشته باشیم. حالا یک بازی واقعا اهمیتی نداره و زیادم نباید قضیه رو حالا اینطوری سخت بگیریم، حیثیتیش کنیم. در مجموع لازمه که ما امتیازهای کامل رو بگیریم. حالا فرقی نداره واقعا جلوی خیبر باشه یا هر تیم دیگه، ولی اینکه بتونیم بازی خونگیمون رو ببریم به هر حال خیلی خوبه. ماهان جان آره سکوها خالی بودن. البته اواخر بازی خیلی تعداد تماشاگرها بیشتر شد. دلیلش اینه که
بازی خب بعد ساعتیه دیگه، یعنی ساعت 3 معمولا مردم تازه از سر کارشون دارن تعطیل میشن تا برن خونه، خیلی سخته براشون بیان. معمولا اون دو آتیش ها هستن که میان استادیوم، به خاطر همینه که در واقع خالی. آره بخشی از تکو میدونم. آره ممنونم ازت پژمان جان. با حمایت هوادارانی مثل تو که قبلا هم کمک‌های خیلی خوبی به وارش اسپورت کردی و سایر هوادارا، ما اصلا ترجیحمون هم اینه که از هیچ جایی کمکی بهمون نشه. ما افتخارمون اینه که مستقل عمل میکنیم، مستقل هستیم و قلبی داریم کارمون رو دنبال میکنیم و خداییش از همین قضیه راضی هستیم. یعنی درسته که ذره شرایط برامون سخت میگذره، ولی سرمون رو میتونیم بالا بگیریم و بگیم که مستقل هستیم و این به نظر من خیلی مسئله مهمیه. آره دیگه دقیقاً رضا درست میگی. هوادارای خورده بعضیاشون ناامید هم بودن، ولی به هر حال هر کسی که امروز ورزشگاه بود طبیعتاً بازی خیلی خوبی دید، از بازی لذت برد. امیدوارم که این روال توی بازی‌های بعدی هم تکرار بشه. اگر اجازه بدید من کم کم لایو رو ببندم. از دیشب من زیاد درست نخوابیدم، یه چند تا خرید دارم برم انجام بدم و دیگه بعد برم خونه بگیرم بخوابم. گزارش تصویری و اینا باید بذاریم. البته گزارش بازی همین الان توی سایت و اینستاگرام وارش اسپورت قرار گرفته، یعنی همین الان میتونید وارد اینستاگرام یا سایت وارش اسپورت بشید و گزارش بازی رو بخونید. گزارش تصویری هم امشب حتما براتون میذاریم. پوریا بالازاده زحمت کشید، عکسای خوبی برامون گرفته و میتونید از عکسای این بازی استفاده کنید. عکسای خیلی قشنگی هم بوده. بازی تموم شدن نشدن 90 دقیقه، تا دقیقه 90 سایپا و شاهین بندر آمری هم همون یکی یکن متاسفانه. دمتون گرم، ممنون که بازی رو از اینجا دیدید، در کنار هم دیدیم، با هم اینجا صحبت کردیم. به من که خیلی خوش میگذره، حالا شما رو نمیدونم. گیلک حقیقتا ما هم نفهمیدیم، ولی چیزی که رسما اعلام کردن که چرا بازی رو برده بودن سردار جنگل این بود که تمرینامون چون توی سردار جنگل انجام میشن، بازی هم همونجا انجام بشن که در واقع بازیکن‌ها به زمین عادت داشته باشن. متاسفانه ما چون تمرینامون روی چمن مصنوعی انجام میشه، عملا بازی‌های خونگیمون هم یه جورایی برامون بازی خارج از خونه شدن. این دلیل این که گفته بودم میخواد سردار جنگل بشه. حالا چرا آزادی شد نمیدونم، شاید حالا درخواست هوادارا بوده یا حالا برنامه‌ریزی خودشون بوده، چی بوده من واقعا نمیدونم. بچه‌ها دمتون گرم، یه بار دیگه تشکر میکنم. امیدوارم که در بازی‌های بعدی هم شاهد یه بازی خوب از داماش باشیم. تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی.